و ما شروع میکنیم از پیام مفتی تاجیکستان که خواستار دست کشیدن از خالکوبی بدن و تغییر دادن شکل لب یا با عبارت دیگر بوتوکس شده است. سید مکرم عبدالقادرزاده در سخنرانیش که نوار آن را شورای علما نشر نموده است، کلان کردن لب توسط سوزندارو و خالکوبی نمودن بدن را محکوم کرد. یا اون جوان برای چی لباش برته کرده است، نمیدونم با سوزندارو و کیمچی و لبا، یعنی دهشتناک کرده است خود رو. پیروی از کیمکی او کجا میروی تو با این لبهایت؟ فردا در قبر نمیغنجی. اونجا پرسیج دارند. حتی حالا ببینید خالزنی و اون چی میگویند، اون نقش نگاره که در نسل در بدن حرام است. مفتی از مردم دعوت کرد که به حسن خداداد قناعت نمایند و به خاطر مد آن را تغییر ندهند. ضمن افزایش توجه برای تغییر دادن چهره با استفاده از راههای بی‌جراحی، بازار به اصطلاح کسمتولوژ ها را در دوشنبه گرم کرده است. حالا ارزش بزرگ کردن لب از 100 تا 250 دلار را تشکیل می‌دهد. خالکوبی بدن اساساً در میان ورزشگران و آوازخوانان تاجیک به مشاهده می‌رسد.